شکایتی کی؟ سفر و سنگ در روی میزی من آمادگی و مدرستگی ما با نه اولی آده فرار میکنم لیو همین نو رسیدیم نو رگیسترسه شد جبله سفر و سنگ حاصلیزه شد آده دیده ببره خوش دست گرد نیست آده من کرا سر میکنم مایش خوب سلام بشه بله هم جبلیده سفر و سنگ همجا هست بیدن از کبریل با قبول گو با اشتاقی بی؟ آگوی داره داره ممکنه؟ داره السلام علیکم شنید فامیلیا؟ سفرов نام تو؟ سن درست خواهد؟ کوچه پرتو 28 فهمو شما چی کار دارید؟ همه عرضه ده همش نوشتگی همه یه روز یه سحری همه عرضه شما میدونم عرضه شکاری شما مدرس همه بچه ما میخوام از سخن خودتان فهمم اندی کرنده کاری کنم خب یک اویست ساتون شده 18 همین همه بچه ما بچه اینی همسایه در بده او را زده است برای چی زده است اکنون؟ سبب چی؟ سببش در آنه که در دروازه ما گفتی قبله نوشتن بچه؟ بچه همسایه بعد این بچه ما را خرش کرد خیلی تش زدن بعد نه پدرش آمد بسری مرا پدرش آمد خیلی گفت موقعی بچه تبین در دروازه چی نوشتگی هیچی تن نداد باور بکنی همین خچبا همین زوری کرده جون بوند و خیلی اما همه آدمی در که مرده که بود بله که بعد من گفتم بین بچه چی نوشته گفتی قبیه نوشته یا دو تش زدن ولی رفته پدرش را گرفت آورد بسری مرا پدرش آمد چه بچه مرا زده ایسوزی من گفتم که برادر همسایه ایتاقی همینجا را بخونی روید در دروازه ما بچه گفتی قبیه نوشته میگردم چی نوشته؟ گفتم که خر نوشته ان همین تو که خری بچه همون خر در دروازه ما نوشته باید خر بودی؟ انا باید خر کرده انا جورا دست بگریبان شکتی ما همین بادرین خطی که زد در دختر خانه بخوش آمده باور میکنی رحمت به همون دخترها که مرا بخوش آورده عرضتون هست اینجا استخوان سازتون داشت فهمو چی کنیم؟ موافق همه عرضه نوشتگیم همون کی را همون آدمی چی را تفتیش کنین روخی ببینه جزاتی جزاتی روخی بول نباشه یا باری دیگه بودرین بوسه بیزه و یا بخدون نزنه بکشه ما فهمو روز یاده الو بله وای گمان برشده آمده گیمی قهرمانشی آنجا با آده شده است گوی دارید گرفته دارید بازی دارید دارید شیره دیگه با قبیله؟ قهرمانو نام تو؟ شیر جو استخامت؟ چه پرتاگون 23 درست شما همین قصبه شناسید؟ یا نقضی رو کنید؟ همسایه در قدیمون هم میشناسید روز هردام چی واقع شد؟ ها واقع نمیکنید من آمدم که بچه من در دست در گریه کرده شد من گفتم چی گفت شد بچه رو و این بچه هم گشت گفت که مرا بچه همسایه زد من گفتم برای چی زد؟ اون نمیدونم
چی گفت قبه در دروازه رو نمی‌سوندم. من بچه‌ام رو گرفته با پیش همسایه آمدم. همسایه گفت که برای چی گفتم برای چی بچه مرا زد است. اون یک بار تو دروازه مرا نگاه کن چی سخن قبه نمی‌سونده. بچه شما نشسته؟ من گفتم چخیلی سخن قبه نمی‌سونده است. من نخو برای سخن قبه خزن ایشان. سخن قبه خر نمی‌سونده است. بچه شما خر نشده است؟ بچه من دروازه همسایه خر نمی‌سونده. بعد داماد چی دام شد؟ با همسایه دیده چی بود همسایه؟ روزه که چی نمی‌شست نه؟ چی نمی‌سونده است؟ خر نمی‌سونده. با این کس چی گفتن؟ این گفت که تو خر هستی که در دروازه من بچه تو خر می‌نویسند. من غضبناک شده دست به گریبان همسایه شدم. با بادرین در سرش زدم. بعد به همین حال آمدن؟ بله به همین حال آمدن. شما با گردن میگیرید همین کار خودتون جواب میگیرید؟ بله با گردن. این هم تفتیش میکنید نظام میگیرید در علی همین چکار میشه؟ همه خفدان. ما نکن هم سخنهای جب دیده من گوش کردم هم سخنهای گمان بار شده من باید این رو تحلیل کردم این واقعه رو باید خلاصه خودم همجا برارم که ما بسود باید پیشنهاد کنیم ما بکار نشدیم ما بعد شما واقعه که شما در اونجا در اون جنگ شما کردید ما زود اونجا پیدا شدیم بعد یک 10 دقیقه بکار نشدیم بعد 5 دقیقه واقعه ما در اونجا حاضر شدیم گروه ما اولاتا ما پیدا کردیم که قهرمانوف در سر سفروف با همه اولو زده است من خوشبختانه پیدا کردم تاریخ همه فعالیتم در همه وظیفه خودم تاریخ چند ساله کوریا برای من یک معما است چه آدم با من همین بادرینگ بزنی سر آدم میکفد آدم بیهوش میشود بعد 5 ساعت در بیمارخانه دکتران را به هوش میبرند من همین حیران هستم قهرمانو من همین نمیفهمم آیا ممکن است که آدم من با همین بادرینگ زنی سرش کفد خودش بیهوش شود در بیمارخانه بعد 5 ساعت به خود بیاد همین برای من یک معما است آیا همین ممکن است یا ممکن نیست در تاریخ در تجربه کاریم من این رو بار اول میبینم کنم یک چیزی رو کردین هستی دارید یک اون کار نازکشتگی بود که آیا شما رفت است چی شد همین واقع یک بار آخرش نقل کنید شما در اصل با بادرینگ زدید؟ بله با بادرینگ زدم چی کردید؟ یک بار نقل کنید؟ من بادرینگ کسی در همین سرش زدم دروغ مگه کماندیر دروغ مگه رو شسیو میکنم وقتی که مرا با بادرینگ زد کماندیر این شعر دروغ میگه وقتی مرا با هم بادرینگ زد کو آن همون بادرینگ در درون بانکای 3 لیتر بود